ولاگ کوتاه از شهر زیبای هایدلبرگ بر شما بگیریم که شما ببینید، لذت ببرید و با ما همراه باشید. ما فعلا رسیدیم هایدلبرگ، بانهوف پیاده شدیم و داریم میریم به سمت قلعه. اول میریم یه خورده خوراکی بخریم چون خیلی یهویی اومدیم بیرون. بچه سلام، خداحافظ. ما یه ذره خودت می‌کنی. آره، این خوبی. می‌تاره بازار. یه خورده. یه می‌تاره. اوکی بله. ببین شما ارزاک گرم بو پختیم. خیلی خوب کردیم. یک ساکک خورده شد. خاطر که بالا میریم دکون میکنیه باز با ما سخت میشه. باز دوباره ایران رای بیایم خرید کنیم. ولی کت پت بخریدیم که بریم بالا. یو ما رسیدیم این پایین و بریم بالا. فوزبرگ خدا تربانبرگ تازه پی میبره، هیچی نمیبینی. آره کجا هست؟ دیده نمیشه، اصلا دیده نمیشه. مطالعه نهیدم. فکر کنم یه حالت آسانسور مانندیه احتمالاً. از این برگه دیدم من یه توی قلعه باشه. از اینجا میشه نمای شلوس رو گرفت. شلوس بی میگم شلوس قلعه؟ این برای مقبول بودا. میخوایم با پله بریم. این بر آسان تره. نه این بر آسان تره. این بر سر بالایی هیچی حفظه کن با مزه. هایدلبرگ عربی نوشته هایدلبرگ برگ. اینا اومدن از سر بالایی برن. کاسل اینجا میشه. نه شلوس هاف. سوالی که اینجا رو پرسید بس اعتماد داشت که نصف راه هم ببره پیاده کنه. آره کجا می‌خوایم بریم؟ آره هلاک شدیم، واقعا هلاک شدیم. پختیم. حالا اول توپ چی ببینم بازی هم بکن. ما هفته کشور اومدیم اینا دیگه چیزی نیست. خود رویه بده. اینجا کمی دیده میشه. نه ما همیشه از او برمی آمده. از اینجا راست میگه دردش ده. خیلی مقبول دیده میشه. اینجا کلوک پنجره. And then, you know, you have to imagine they're looking towards the castle, you know? They see something else. شهر هایدلبرگ خیلی جای زیبا و دیدنی، جای طبیعت بکری داره. اون کلبه که میبینید اون گوشه، اگه گیتی زوم کنه روش، اون کلبه ما اونجا چند سال پیش اونجا خودمون رو ساختیم، باربیکیوشو خودمون زدیم. دروغ صورت خیلی میکنه. ما دروغ میگی. جدی میفرمایید؟ ما میریم پی میریم. ما داخل یک بار بدیده بودیم. غله اونجا میتونستیم یه چیلی بکنیم. میریم ماله
ist. Meins ist schöner als Spießbutton. Wer hat gesagt? تموم شد. چون چین چا. آقا که کره ای دیدیم و چینی ژاپنی دیدیم. یعنی اینی که گفتم ما رسیدیم بالاخره بالا بعد از دشواری‌ها و که خیلی فشار بهمون اومد. خب زرد راه بود. ما به نیم ساعت آماده ایم. زرد سخت بود. برنشونده. هوا هم گرم. به اولی خود بچه‌ها منو ببینن لذتشو ببرن. خیلی تاثیرگذار بود. بپخته. خب. خیلی گرمه. دوربین برنم گیرم. میگن قصد میبره بگیم. بریم. پشت بهتون نشون بدم. پشت منظور پشت ویو رو میگم بچه‌ها. بچه‌ها اینم این بالا خیلی بسیار جای قشنگیه بچه‌ها. گیتی رفت پاتوق بزنه. او گیتی گک مار آرایش چی بکنه؟ درد کمر ببر دیگر ما خود آرایشت پاک شد دیگه. ببین اونا چی چیل کردن اینجا. نبریم اونجا همینجا خوبه. همینجا اینجا سایه است دیگه. اینجا سایه میشه اونجا بیتره. بریم خب بریم اونور. گیتی خانم چه خبر؟ یاره نمیفهمیدم عکس گرفتنم سخت داشته. اینجا بگم 600 صف بسه که تا اینا که از این برو بر کشور دیگه میاین محترم ترن. اینا باشه بگیرم با ما میگیریم. ویوی هم قشنگه بچه ها. بله من یاری این روزا ندیده بودم. این روزا رو هم دیگه آسمون رو ببین. غله رو نشون بگیم. خب اینجا که آمدیم غله که میبینیم سر بابو بزرگ بزر کردم. اینجا مردم میام از اینجا حاجت میگیرن. اگه سعی کنیم اینجا تعداد آدمای خیلی زیادی اینجا هستن بخاطر که بابو کلون سر اینجا بزر شده. اینا میام اینجا. بچه‌ها راست میگه. یه دونه خانواده اینجا دیدم خفاش شب بود تو ایران. قاتلین خفاش شب داشتیم. بده من خودتا نشاندم. بگو بچه‌ها خفاش شب بود تو ایران. اینجا خفاش روز اومده. یه خانواده کلا مثل خفاش بشکی پوشیدن. بعد خانواده عرب هم هستن. من یه لحظه اینا دیدم یاد خواهران زینب و صغرا و خدیجه و اونا افتادم. خواهران حسین افتادم. بعد فکر کردم تا عاشوراست اینجا. اشته بلای بودی. تو این گرما خر تب میکنه. اینا چادر گذاشتن نقنه پیش دادن. درست آقا اعتقاد و فلان اینا. ولی خب دیگه تو این گرما خدایی ظلمه. بعد روشون اون بر میکنن با چادر خودشونو باد میزنن. مگه رو خوب بر کنه کسی شما نمیبینه. مگه مجبوریم بگو. نمیفهم. این میشه افراطیگری از نظر. نمیشه از نظر شما چی؟ دیگه افراطیگری میشه. هر چیزی به اندازه خوبه. پاره دارم هر کس میتونه هر جوری که دوست داره هر جوری که خوش داره بگرده. تموم شد. خلاصه هم منظره لذت داره. ولش کن. این باقیشو واسه سیسماس میذارم. ولی خودش بچه هایدلبرگ اونایی که تو آلمانن بیان حتما. خیلی جای دیدنی قشنگی داره. بعد طبیعتش خیلی بکره. نمیگیری
جا مادر فتم خیلی بوده. مادر فت به کجای لکک برده. جدی میبرمایی؟ بله. خب بچه ها فعلا باور من نمیشه به کرق دل هایدلبرگ گو اینجا میچره خدایا. هایدلبرگ جز توریستی ترین قشنگ ترین خوشنماترین شهر آلمانه. شاعر میگه سلامتی گاو، نه به خاطر من گفتن گاو بودنش، من گفتن به خاطر گاو گفتن، به خاطر ما گفتنش. ما گل میورسون خیلی بالن. این آلمانی ها اصلا مغز ندارم. خیلی چاقیه. شبیه کیه؟ چاقه کیه؟ خود شما بنفسه شبیه کیه؟ چاقه خود دیگه ما میریم پی میریم. چرا کده؟ کلامون رو جمع کردیم دیگه، اساسا بریم به سمت خونه. آره بریم. دستمال نمیفهم وردشتم یا نه؟ بیاک سعی کنیم دستمال دوبین خوب وردشتم. نه اینجاست. خب هسته بودا تو بیزون خیلی پاک بکنم. شما بگن خوب شد یا نشد. اینجوری بگی بگو عشقم. اینجا یه بخش دیگه اینه خیلی مقبوله، ولی خب ما اوبر ترجیح میدم. بگیر اوبر لطفا آقا صادق. ما اوبر ترجیح میدم. اوبر که ما بودیم خیلی جا مقبول تری بود و این که خیلی جا آرومه که سعی کنیم جوری بیاییم که به خنوکی هوا باشه، به گرمی نباشه. اگه گرمی باشه که دیگه میپذارم، ولی مقبول میپذارم. آره بیایم خودم کم دیگه هم بریم. اینجا هم یک طرف دیگه که میرم پی مردم، از این طرف هم میشه پی بالا آمد. بستگی به خود آدم داره که با پله راحت تره یا با سربلهی سرپینی. ما از اون بالا بیامدیم پی آمدیم. بریم میبرم یک قدم بزنیم چکر بزنیم دیگه بریم به سرا. یکی دیگه از زیبایی های هایدلبرگ، البته از نظر از نظر ما اینه یک نما ساختمونیه که هم مناش بیامه. درست میگم آقا صادق؟ برای ما اصلا اینه لذتی نداره. نه اینو نگاه کن. یا آثار باستانی خب مال مثلا 100 سال پیش، مال 70 سال پیش. ایسته که از آب شفا دهنده ای میخوره. کجا آب ایساه؟ نخور شفا میده تو، نخوره. میام بیامدیم اینجا که آرامش بگیریم، انمی آرامش مار بگیریم. سکو ماسار خدای خودش چی میبرم اینا؟ به کجا میبریم اینا؟ فکر کنم دارن حالت بازاتی درست میکنن، یه جا ساحل مانن درست میکنن گفتن شنا. خدا کنه این بود از سفرک مقبول ما. هی میریم به سرا. خیلی خوشحال شما، امیدوارم شما هم از دیدن این ولاگ مقبول لذت برده باشیم. خداحافظ. اگه ما این ولاگای بیشتری از ما ببینین سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت